کارگاه من است. طی 6 سال است که من در ارکستر سرودی گلشن کار میکنم و آن احساس و درد، آن فکر و عقیده ها، آن سرود و ترانه‌هایی که من پای در پای اجرا میکنم، آن را انا با همین هیئت ارکستر پورا میسازم و در این کار خدمت هیئت موسیقی نوازان بسیار کلان است و من از آنها بسیار میندار هستم. چند پیش راهبری همین گروه را به ذمه من گذاشتند و این مرا وادار می‌سازد که من سرمحصول‌تر باشم و سزاوار باوری کلکتیو باشم. در بین مردم عموماً بسیار عقیده‌های است که گویا عمر استرادا کوتاه است. از بس که استرادا ژانر نسبتاً نو است و ما نمایندگان جوان این ژانر هم وقت حرکت میکنیم که استرادا را نیز با عنعنه